خب بچه ها، خوش اومدیم به مینی ولاگ امروز من. امروز قراره با هم بریم موچی بخوریم. همونطور که اطلاع دارین یا شاید هم ندارین، موچی دسر ژاپنی که اخیراً تو ایران خیلی معروف شده و من برای اولین بار قراره برم امتحانش کنم. و اینو بگم که اون روز هوا خیلی آلوده بود، ولی من خیلی حوصله‌ام سر رفته بود واسه هم تصمیم گرفتم برم بیرون. خب از آنجا که موچی به تنهایی منو سیر نمی‌کرد، کنارش یک کیک توت فرنگی هم سفارش دادم که اونم واقعا خوشمزه بود. و اما موچی، من فکر می‌کردم که درست کردن موچی خیلی سخته، ولی بعد که توی اینترنت نگاه کردم متوجه شدم که نه، واقعا راحته. آرد و آب و نمک و شکر و پودر نشاسته لازم داره. میتونید تو خونه هم امتحانش کنید. امیدوارم که مینی ولاگ دوست داشته باشین. یادتون نره که لایک کنین و حتما زنگوله رو بزنین و به کانالم عضو شین، سابسکرایب کنین. خیلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشین. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.